سلام و عرض ادب به تاجیکستان، به فارسی زبانان سرتاسر دنیا، به ایران، افغانستان. بچه‌ها چطورین؟ خوش اومدین به چنل خودتون. امیرمونم، من امیر حسینم و با پدرم اومدم که به افسرشو شادی ریاکشن بریم و فقط خواستم یه چند نکته رو قبل اینکه شروع کنیم ریاکشن رو بگم. بابا اول یه سلام اول پرسی بکن قبل اینکه شعر بخونی. میخوام یه چیزی بگم. با سلام و درود به شما تاجیکستان های عزیز با محبت که ما رو مورد لطف و محبت خودتون قرار میدین. سپاسگزاریم. خب بچه حالا اون نکته چیه؟ دیروز یه شخص یه کامنت خیلی بد و توهین‌آمیز واسه من گذاشت. من خواستم که با شما در میون بذارم اون کامنت چی بود. گفتش که حالا اون شخص فارسی زبان بود، نمیخوام بگم برای کجا، ولی خب خلاص خیلی ناراحتمون کرد، هم پدر، که گفت مردمان شما دارن میسوزن ولی شما ریاکشن میدین به آهنگ. خب خواستم حالا یه چیزی رو بگم. دوست عزیزی که الان اگه ویدیو رو داری میبینیم، من همه حرفام شخصا برای توه. اون مردمان مگه مردمان من نیستن؟ پدرم نیستش؟ مردمان مگه ما جزئی از اون مردم نیستیم؟ هر لحظه ممکنه همینجا بخوره، ما همینجا منهدم میشیم. مگه ما اینا رو نمیدونیم؟ حالا چیکار کنیم؟ کار نکنیم؟ ما کارمون همینه. پول در نیاریم؟ اگه پول در نیاریم چجوری شب شام بخوریم؟ پدر من مگه نجنگیده؟ بذار بگم چند سال جنگیده؟ آثارشو بگم؟ گوشش. با پدر منم جانبازه دیگه. مگه ما هم این روزا رو تجربه نکردیم؟ دوباره داریم تجربه میکنیم. مثل مته داره مخش سود میکشه از روی ترکش خمپاره. حالا یه چیز دیگه بگم. گفتی واسه چی میخوای بیاری؟ واسه همین آورد. میبینین بچه‌ها، اینا واسه ترحم اینا نیستا. دوتا رو میبینین؟ به کمک اینا که الان دیدین، با کمک همینا راه میره. برای فارسی زبان همه میدونن که ما اینجا متحد هستیم و به هم احترام میذاریم، ولی تو اومدی تغییر کردی، دل ما رو خون کردی، بغض اینجا ما گرفته. حقیقت ناراحت شدین بچه‌ها. من فقط خواستم به عنوان یه برادر دردی که دیروز باعث شد ناراحت بشم و به شما بگم، حداقل درد دل بشه و اون شخصی هم که اون کامنت رو واسه من گذاشت ببینه و شاید شرمنده بشه که دیگه حداقل اون کامنت رو بره پاک کنه. من همین خواستم بگم که ما هم جزئی از همین مردمیم و من برای همین اتحاد می جنگم. اتحاد فارسی زبان سرتاسر دنیا. و فقط ریاکشنی که ما میریم ریاکشن نیست، این اتحاد فارسی زبان. اگه یه روزی ریاکشن نرم تو همین چنل میام اتحاد فارسی زبان و ایران و افغانستان و تاجیکستان رو انجام میدم. اینم میتونی کپی کنی؟ نه، این تو دل منه، این تو رگ منه، این تو خون منه. اتحاد فارسی زبان رو میارم بالا. اتحاد فارسی زبان برای من از همه چیز مهمتره. اینم میتونی؟ بچه‌ها خیلی دلم پر بود، خواستم اینا رو بگم. ببخشید که سرتون رو درد آوردم. آدم نیازه بعضی موقع حرفاشو بگه، مخصوصا منی که توی اینجا چقدر تحت فشارم و دیلی آپلودم. تو بخون و بریم سراغ ریاکشن. ای شم فروزان، همه هستیم از توست، هم روح و دل و جانی سرمستیم از توست. خون در رگ من ز شیره جان تو بوده، شب تا به سحر خواب از دیدت ربوده. در هر دو جهان تو مظهر عشق و صفایی، لبریز محبتی تو نور کبریایی. جز تو من ندیدم به جهان هستی فرشته، با بودن تو زندگیم رنگ بهشته. در مصرع شعرم به حق نام تو زیباست، در مصرع شعرم به حق نام تو زیباست. گلهای بهاری در این قافیه پیداست. ای سنگ صبورم تو کوه استواری، در فصل شکوفایی گل تو نوبهاری. دریای غمم موجیست بر ساحل تنهایی، در خلوت رویایم از دور تو پیدایی. تاجیکستان، ایران، افغانستان، همه فارسی زبانا به پیش. استاد افضل شو شادی. دلاگاهان دلم تنگ است میدانه،
حدیثم از مقالی شیشه و سنگ است میدان. نشسته رو زمین ها. آره. دیدی؟ بعد بازم جمعیت. آدمی نشستنش ما هم چیزی بگم یه لحظه قطع کن. چی گفتی؟ گفتی زمین نشسته. آره خاکی. در این خصوص میدونی میشه چی گفت؟ کم بلندتر حرف میزنی. میگه افتادگی آموز اگه طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. بعد استاد گروه خاکی. در نیستانی زمانه رنگ میریزند، نیند در رنگ چون آمیخت نیرنگ است میدان. نیرنگ است میدان. کنارش میخونه انگار داره باهات واقعا حرف میزنه. آره. این حسشو خیلی خوب بیان میکنه. چی بود اسم این گفتی؟ آکوردون. آکوردوون؟ آکوردون. آکوردون؟ با چشمی تنگ این چی نشسته؟ سما خون رز میتابد، با پای لنگ تیموری زمین لنگ است میدانه. به پای لنگ تیموری زمین لنگ است میدانی. آره. یه شعری می نویسه. خودش هم عشقش در اومد. با جون و دل داره میخونه. اشک خودش هم در اومده. چی جایی آسمانی، چی جایی آسمانی، تیره تاریخ انسانی، زمین یک پاره گورستانی فرهنگ است. زمین یک پاره گورستان فرهنگ است. منظورش از این چی میتونه باشه؟ زمین یک پاره گورستانی فرهنگ است میدانه نمیدانه. خب بگو. شاید مصداق اون شعر خودمونه که راجع به این یه چرخ و فلک خرابی از کینه توست، بیدادگری شیوه دیرینه توست. ای خاک اگر سینه تو بشکافن، 100 گوهر قیمتی در سینه توست. با شعر توصیف کردی شعر. صدا آید به گوشم آذرخش، صدا آید به گوشم آذرخش، از زهره چنگی نوای چنگتون در چنگ خرچنگ. آذرخش چیه؟ من میدونم و یادم رفت. آذرخش فکر کنم رعد بره میگه. منم همچین حسی ولی فکر میکردم ستاره دوم. نه همونه رعد و برق. کیو دعوت کرد بیاد؟ برو تون کردی. آها. حادثه عشق می شود، منظره گریه می کند. حادثه اشک می شود منظره گریه می کند. فاصله آه می کشد، حادثه گریه می کند، خاطره گریه می کند. وای با این زمان چی شد، ملک چی شد، مکان چی شد. راجب همه چیزایی که تو دنیا هست داره میگه. مثلا کلا سبک موسیقی که استاد داره، عشقش هم اگه باشه عشق به
وطن و دنیاه. از سمرقند و بخارا بخوایم به حساب بگیریم تا به بعد کلا راجع به این عشق صحبت میکنه و بیشتر راجع به درد داره میخونه، درد مردم داره میخونه. مردم چه گریه ای میکنن. شش در گریه میکنن کهنه جهان به حال خود شش در گریه میکنن. آفرین به این همه هنر. واقعا هنرش یه جوریه که هنرش واقعا ستودنیه استاد. به این گفتی چی بود؟ کمانچه؟ اون آکوردون. اون نه. این بغل میزنه کمانچه. این کمانچه است؟ آکوردون یکم تو ترومپته. این چیه؟ ستار؟ این ستاره. هم که دفته داره. بسوی هم تیر و گلوله میزنن قلبی زمین دریده است به فر گریه میکنه. قلب زمین دریده است چی دیگه گریه میکند؟ شنیدی؟ فکرم جای دیگه بود. میکنه حرف گلوله که زد. حرف چیو؟ حرف گلوله که زد. من یاد این گلوله ها افتادم که به ایران میخوره. فرگیریه میکنه چولی عراق خسته جان چولی عراق خسته جان از خطری سموم جنگ. چی شد؟ هیچیش. بزن من شهری حس بودم اصلا متوجه نشدم. ماتمی پیکره گریه میکنه پامو میگی؟ انقدر تمام موهای تنم سیخ شده دیگه زده بود به پام دیگه دارم اینجوری ویبره میرم با هم. ویبره داشتی میزدی هم فرنگ ماتمی پیکره گریه میکنه پنجره استاد خدا بوسیده. قبول داری؟ پنجره نعمتی خداوند به هر کی نمیده. بوسیده پنجره استاد. بعد وارد زمین کرده حالا برو. او موزیک 8 دقیقه و 51 ثانیه است. من تازه دیدم. چقدر خوب که طولانیه. غرقه خون و نفت شده مومین و کافری برک یک سر گریه میکنه غصه شرق و غرب. قبول داری هر کدوم که داره میخونه، هر کدوم از ترکایی که داریم ریاکشن میریم روش، هر کی تو اون جمعیت نشسته اشکشون داره میریزه؟ آره گریه میکنه. این چهارمیه دارم میگم. آتش خاکی اوکراین رود علنگ میزنه شرشر گریه میکند رود علنگ میزنه شرشر گریه، ما میگیم شرشر. شرشر. آره تو همین فکر بودم. شرشر شرشر. همه واژه‌مون یکیه، فقط یه ذره فرق میکنه.
اونا شاید توی تاجیکستان بگن شر، ما میگیم توی ایران شر. این فقط او آره بالا پایین میشه، وگرنه کلماتمون چه در اینجا چه در آنجا توی تاجیکستان یک فارسی زبانیم یکی، مثل ایران و افغانستان دیگه. آره فقط یکم لهجه بهش میگن، لهجه ها فرق کرده. آره لهجه فرق می‌کنه. لهجه فرق میکنه، وگرنه فارسی نگاه عمیقی داشت میکرد. چیکار داری میکنه؟ عالم خودشه دیگه، تیز میبره. نه میگم تو اون گروه کارش چیه؟ مادری روز را چی غم مسکوی سینه اش بسوخت کودکی کرد را کی کشت ای انقره گریه میکند انقره گریه میکند. مش حالا کرد، حالا هر جایی که داره میگه یه بهونه‌ای برای گریه کردن هست. یه خورده سرم ترکید دیگه. خانه عافیت کجاست در همه در آذرش خانه عافیت کجاست در همه در آذرش پنجه بدر کی میزنی پنجره گریه میکند پنجره گریه میکند؟ آره شرشره گریه میکند شرشره گریه میکند ششتره گریه میکند. آفرین همه رو به گریه آوردی که آقا، آفرین ما رو به گریه آوردی. خودش هم داره گریه میکنه، میبینی؟ سرش پایینه. آره تشکر. وای خب اینم قطع کنم. در کل که عالی بود، زیبا بود، اینقدر خودشو نگه داشت تو خوندن، گریه نکرد، تمام شد شکست. بغضش ترکید. قول خودشون شرشره گریه میکنه. نه ما میگیم شرشر، اونا میگن شرشر. شرشر. به هر حال که مثل ابر بهار. بچه‌ها مرسی که اول حرفای منو شنیدید، شعر پدرم رو گوش دادید و ریاکشن ما رو تماشا کردید. ما فارسی زبانا سر تا سر دنیا باید اتحاد داشته باشیم، متحد باشیم. شعار منم همیشه اتحاد توی ویدیوام. تاجیکستان، ایران، افغانستان، همه فارسی زبانایی که تو سر تا سر دنیا هستن، به پیش.